که کیا درست گفتن. آقا یادتونه میگفتیم ظرف استوانه‌ای باشه چی؟ اینجا هم ظرف استوانه‌ایه، میتونی از راه راحت تری حلش بکنی. چجوری؟ میگی که فشار در ته لوله، فشار مایع ها میشه چی؟ میشه mg اولی به علاوه mg دومی تقسیم بر مساحت کف ظرف. mg اولی چیه؟ 136 گرم میشه 1.36 نیوتن. اون یکی هم 1.36 نیوتن. به جای اینکه ارتفاعشون رو به دست بیاری این کارو بکن. مساحت کف ظرف چقدره؟ مساحت قاعدش 5 سانتی متر مربع به متر مربع تبدیل کن. 5 در 10 به توان منفی 4 میشه چی؟ 2.72. بچه‌ها نگاه کنین چجوری تقسیم بر 5 میکنی؟ تقسیم بر 10 کن ضرب در 2. تقسیم بر 10 ضرب در 2. ضرب در 2 میشه چی؟ 72 میشه 45 و 44 میشه اینقدر 544,000 ضرب در 10 به توان 4 میشه 5440 پاسکال. نیست تو گزینه ها. چیکار بکنیم؟ یه 54.4 داریم، یه دونه 54,400 هم داریم، اما 5440 نداریم. چیکار بکنیم بچه ها؟ آفرین محشید، باید با فشار هوا جمع بکنیم. نگفته فشار مایع چقدره، گفته فشار خالی. فشار خالی یعنی چی؟ یعنی فشار کل. فشار کل چقدره؟ فشار هوا چقدره؟ 76 سانتی متر جیوه. 76 سانتی متر جیوه یعنی فشار ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتی متر. فشار ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتی متر. خب چگالی جیوه چقدره؟ 13.6 نمیذاری، میذاری 13,600. ضرب در 1000 باید بشه، ضرب در جی، ضرب در 76 سانتی متر رو باید بنویسی 76 صدم متر. 2 تا صفر از بالا 2 تا صفر از پایین بزن، میشه 1360 ضرب در 76. چاره ای نداریم، باید ضرب بکنیم. 6 تا از اینا 6 3 تا 0 تا 36 6 3 تا 18 و 3 21 6 1 6 و 2 میشه 8 اگه درست نوشته باشم. خب 7 ضرب در این 70 ضرب در این 2 تا 0 میذاریم. 7 6 تا 42 تا 7 3 تا 21 و 4 25 7 1 7 و 2 9 میشه چی؟ یه دونه 160 با 200 میشه 360. 95 با 8 میشه 103,000. 103,360 پاسکال اینجا داریم. 5440 پاسکال هم اینجا داریم. با هم دیگه اگر جمع بزنیم میشه 108,800 پاسکال. بچه از اول میشد جوابو گفت. از اول میشد جوابو گفت که گزینه 4. چجوری؟ خب فشار هوا به علاوه یه مقداری جیوه و آب باید از 100,000 پاسکال بیشتر بشه دیگه. یه اتمسفر تقریبا 100,000 پاسکاله، باید از 100,000 پاسکال بیشتر باشه. تنها گزینه‌ای که از 100,000 پاسکال بیشتره همین گزینه 4. تست کنکور هم بوده، کنکور جدید هم بوده. تنها گزینه بیشتر از 100 کیلو پاسکال میشد از اول اینو انتخاب کرد. منتها چرا؟ چون شما حواستون به فشار هوا نیست از اول. منم خودم دفعه اولی که این تست رو حل میکردم هی میگفتم چرا 5440 نیست تو گزینه ها. دفعه اول به این مشکل منم خوردم. چرا؟ چون فکر میکردم این فشار مایع، چون با دقت نخونده بودم، چون فشار هوا نیستش. استاد این فرمول کی گفتید؟ ارتفاع چی شد؟ یعنی چی رضا؟ کدوم فرمول؟ فرمول روجی اچ و روجی اچ تنها فرمولیه که ما برای مایع داریم دیگه.